پس از 4 روز نزاع‌های مسلحانه در مرز تاجیکستان با قرقیزستان، بالاخره امروز سنه 1 می سال 2021 از جانب رئیس کمیته امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و رئیس کمیته امنیت ملی جمهوری قرقیزستان که هر دو رئیس کمیته بحث‌های مرزی هستند، سازشنامه در مورد ختم جنگ و بازخوندی سلاحداران از نزد سرحد امضا شد. موافق این سازشنامه دیگر نباید در مرز تاجیکستان با قرقیزستان صدای تیر بلند شود. بعد از ظهر امروز بنده از شهر دوشنبه به جانب ولایت سوغد، دقیق‌ترش جانب شهر اسفره راه پیش گرفتم. وقتی که حدود جماعت دهات خسته‌ورز ناحیه باباجون غفورов را عبور می‌کردم، به سیله ماشین‌های دوچار شدم که از جانب خسته‌ورز به جانب خوجند حرکت می‌کردند. تعداد این ماشین‌ها از 200 به 500 می‌رسید. وقتی من با ساکنان هم صحبت شدم، آنها گفتند که در جماعت دهات خسته‌ورز حمله مسلحانه از جانب قرغیزها صورت گرفته است. پس از چند لحظه‌ای که خبر ناآرامی در خسته‌ورز و تشویش ساکنان را ما رسانه‌ای کردیم، ریزو بهرامزود ساکن جماعت دهات خسته‌ورز با ما در تماس شد و گفت که در خسته‌ورز در اصل صدای تیر بلند نشده است و در آنجا حمله مسلحانه صورت نگرفته است. این تنها یک پانیکی بوده است که از جانب کدام نفران راه اندازی شده است و ساکنان از این در هراس افتاده خانه‌های خود را ترک کردند و از جانب مقامداران دولتی هم خبری حمله مسلحانه به خسته‌ورز تصدیق خود را نیافت. من فعلا در مرکز شهر اسفره قرار دارم. در شهر کاملا آرامی حکم فرماست. طوری می‌بینید ماشین ها حرکت دارند، مغازه ها باز هستند، آشخانه ها فعالیت دارند و در شهر فضای آرام هست. به هر حال مردم اسفره، مردم دهه‌های نزد مرزی امیدوار هستند و خوشبین هم هستند که در روزهای نزدیکترین وضع در مرز آرام خواهد شد و آنها به زندگی مقرره خویش برمیگردند.